سلام به همه شنونده های عزیز. من وحید هستم و اینجا کانال قصه سرزمین افسانه هاست. امشب میخوام شما رو ببرم به پوچه های قدیمی بغداد، جایی که یه دکان عجیب باز شده بود. دکانی که نه پارچه میفروخت، نه ادویه، نه قند و نه زغال، بلکه خنده میفروخت. آره درست شنیدید، خنده. روزگاری مردم بغداد دیدن بهلول کنار بازار نشسته. یه پارچه زده بود بالا و روش نوشته بود خنده میفروشم به قیمت گریه. اول همه فکر کردن دیوانه شده. بهلول، نکنه باز خورشید زیاد خورده سرت قاطی کردی؟ تو الان کاسبی یا دیوانه ای؟ هر دو، دیوانه ای که عقل شما رو معامله میکنه. مردم شروع کردن. بهلول، خنده چند میدی؟ یه خاطره تلخ بده، یه خنده خالص بگیر. همه خندیدن. همون وقت زنی اومد جلو. 3 سال شوهرم رفته جنگ و برنگشته. دلم پره. برای منم خنده داری؟ برات تو حتی نسیه هم میدم. زن لبخند زد، لبخندی از ته دل. مردم خشکشون زد، چون خنده اون زن یه بازار غمگین رو روشن کرد. فرداش جلوی دکان بهلول صفی بلند کشیده شد. اول صف مرد چاقی